نمیفهمه، اگرچه کوسه هم تضعیف او را کم نمیفهمه. از نفست کاش دیگه نفست در نیاد. پرنده از سرش برق سفاوز، آن جام زهر تلخ که های ولتاژ برقش را با ادیسون هم نمیفهمه. اگه جای عظما بودم همین الان یه تایه بالا انفسکم مهمونت میکردم. تایه بالا انفسکم های عظما رو دیگه کسی نمیخره آیه دکتر، رو دستش باد کرده. دکتر جون سال اول رو با یک یادآوری مطرح میکنم. این فیلم های خارجی دیدین وقتی پدر و مادر دعواشون میشه یه دفعه بچه میگه بس کنین به فکر من باشید، بعد پدر و مادر شرمنده میشن و دیگه دعوا نمیکنن. نه دیدم. اینا همش دروغ آقای دکتر. من یه بار خر شدم، این کارو کردم، از هر دوتاشون کتکی خوردم که تا یه هفته به دیوار سلام میکردم. خب حق بوده، بالاخره یه چیزی اینطوری یاد گرفتی. این وضعیت نظامه. منظورم اون مشنگای تو نظام هست که عظما و حاجی رفسنجانی رو دعوت به وحدت میکنن. از این ورم بحث نفوذ رو داریم که عظما مرتباً این وسط میگن و گفتن حتی به مهد کودکان هم باید شک کرد آقای دکتر. نمیفهم تو چرا رک نمیگی بالاخره مشکل چیه؟ من باید حدس بذارم. مرحوم بابی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف رفت پیش دکتر دید ویزیت 40,000 تومنه، به دکتر گفت نگاه کن اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه وگرنه خودت بگرد پیداش کن. روشن شد یا همچین بزنم که درد توی که دیگه برات پیدا کنه. منظورم اینه که توی این وضعیتی که مقام عظما داره این همه تو منطقه و این طرف و اون طرف تو پوزی میخوره و اینها، چرا نمک رو زخمش میپاشن؟ چرا ولش نمیکنن بدبختو؟ این زبون درازی حاجی روحانی چیه که خط و نشون انتخابات میکشه برای تو پوزی خوردن عظما که کک حاجی رفسنجانی و حاجی روحانی نمیگزه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن مشنگه باباش رفت برنج بخره تریلی زیرش کرد، بعد اومدم به این مشنگی گفتن خب خیلی متاسفیم حالا چه کار میکنی؟ گفت والا نمیدونم، شاید ماکارونی درست کنم. روشن شد یا بزنم که بری زیر تریلی له و لورده بشی. ولی آیه دکتر مقام عظما اقتدار خودشونو میخوان حفظ کنن، این تئوری هم زیر تریلی رفته نیست که شما میگین. ایشون گفتن توی منطقه هر چیزی رو نمیپذیریم و باید ملاحظات ما هم در نظر گرفته بشه. آیه دکتر گول جستای ایشون رو نخور دیگه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه داشت میمرد، یکی گفت براش آب بیارین این بیچاره رو، تو بستر مرگ برگشت کم نه آب نمیخوام دوغ برام درست کنی. دکتر حالا نمیشه به خاطر این همه تهدیدات دعواها رو درز بگیرن و آشتی کنن؟ قربون برم الهی، دعوای حاجی رفسنجانی و مقام عظما از جایی که بشه برش گردود گذشته. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمدن یارو میخواست مشنگه رو بترسونه، سوار ماشینش کرد و پا رو گذاشت رو گاز 120 تا سرعت به سمت پیچ جاده. گفت ترسیدی؟ مشنگه گفت نه، سرعت رو زیاد کرد 150 180، پیچ هم دیگه خیلی نزدیک شده بود. گفت حالا ترسیدی؟ مشنگه گفت آره بذار رو ترمز. بعدش مشنگه گفت خب حالا نوبت منه، بیا سوار ماشین من شو تا سرعت بهت نشون بدم. 120 150 180 به سمت صخره. خیلی که نزدیک شدن گفت ترسیدی؟ یارو دید این کله خره داره همینطوری گاز میده و میره به سمت صخره. گفت آره ترسیدم نگهدار. مشنگه گفت غلط کردی، الان جفتمون سکته بکنیم دیگه فایده نداره، ترمز ماشین من بریده. دکتر برگردیم به سر برآوردن یه چیزایی زیر چتر پاره شده مقام عظما.
یک سال در مورد احمق دارم. آها احمق این حروف اختصاریه. احمدی مقدم خیلی اتفاقا این اسم بهش میاد چون که از عقل فقط دندونشو داره. بله مقام عظما گذاشتش کنار ولی دید داره همون کنار رو هم به گن میکشه. این بالاخره معلوم نیست تو کدوم جناحه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن بعضیا عین دسته صندلی سینما میمونن آخرش هم معلوم نیست مال تو هن یا مال بغل دستی. آی دکتر من یه چیزی گفتم ولی شما چرا از متن بحث رفتین تو حاشیه؟ صبر کن ببینم از این ادعاء واسه من در نیاری ها. من عظما نیستم که روحانی متن و حاشیه‌شو یکی بکنه کشم در نیاره تو اون نشسته بعدیم هیچی بهش نگه. من حاشیه رو غاشیه میکنم میفرستم سراغ تا. آی دکتر شما هوای کدوم یکی رو دارین؟ تو این دعوا طرف مقام عظمایین طرف حاجی رفسنجانی از شما هم که شدین مثل احمدی مقدم. احمدی مقدم هفت جد آبادته چرا توهین میکنی؟ احمدی مقدم این خودت میمونه. احمدی مقدم تقصیرمون نیست. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی